دوستان عزیز، برای اینکه دامن چارترک و الگوش رو طراحی کنم، ابتدا یه خط عمود وسط کاغذ الگو میکشم. حالا این ابعاد کوچیکه، شما اگه بخواین روی کاغذ بزرگ اجرا کنید این کار رو یه مقدار مشکله. راحتش اینه که شما کاغذ الگوتون رو کاملا تا کنید و یه خط صاف بکشید. وقتی که تا بزنید روی این خط تا شما میایید، این میشه وسط الگوتون. روی این خط رو دیگه راحت یه خط گونیایی به اندازه قد دامن به اضافه 2 سانت اضافه است. بالای کادرتونم یه خط میکشید که این خط کمرتون میشه به دو طرف این خط. این خط کمر ماست. نگاه میکنیم به اندازه های مشتری. طبق معمولی که یه سری تقسیمات داریم، دور کمر مشتری من 76 تقسیم بر 4 میشه 38. تقسیم بر 4ش کمتر میشه.